امروز قراره بریم بازی پاناما و کرواسی رو ببینیم. شب بپرسین چرا پاناما؟ جوابش امروز میفهمیم. بازی پاناما و کرواسی تو ورزشگاه BMO فیلد تو شهر تورنتوه. تا اونجا 2.5-3 ساعت رانندگیه و من توی این سفر تنها نیستم. جمشید با ماست. جمشید جان سلام. جمشید جان صدای ما رو داری؟ بله صدات رو دارم loud and clear. هر وقت آماده ای بگو ببینم چی تو ذهنته. جمشید جان چرا صدات عوض شده عزیزم؟ اوه خب معلومه یه چیزی قطع شده بود ولی الان که صداتو واضح دارم. جمشید جان چرا به اینجا توی کانادا و آمریکا به فوتبال میگن ساکر؟ خب داستانش یه خورده تاریخیه. وقتی فوتبال تو انگلستان مدرن شد اونا یه بخشش رو اسوسییشن فوتبال نامیدن. از اون واژه اسوسییشن یه مخفف ساختن ساکر که اون زمان کلی هم رایج شد. ولی اینجا تو آمریکای شمالی چون فوتبال آمریکایی خیلی زود معروف شد برای اینکه دو تا رشته قاطی نشن فوتبال اصلی رو ساکر صدا کردن. دوست دارم اینو با در میون بذارم که بلیط‌های کلا این جام جهانی خیلی گرون بودن. آره کلا بلیط جام جهانی یه لحظه صبر کن دارم زر میزنم. آره دیگه وقتی پای مرحله های حساس میاد وسط قیمتا سر به فلک میکشه. ولی خب همین بازی های راند اول هم میتونه کلی خاطره بشه. حالا همین کرواسی و پاناما رو ببین شاید یه داستان غافلگیر کننده بسازن. حس میکنم من زیاد حرف زدم تو مالیدی درم. نه بابا ترس نداره. تو داری یه تجربه هیجان انگیز رو میسازی. برو حالشو ببر هر چی بشه یه خاطره توپ برات. خب این داشت کلن شرط و پرت تحویل میداد و جمشید فعلا بیخیالش شین از مسیر لذت ببریم. رسیدیم تورنتو بالاخره. یه 40 دقیقه دیگه هم رانندگی داریم تا مقصدمون. کم کم دارم تابلوهای جام جهانی رو میبینم. شاید باورتون نشه کانادا به عنوان میزبان فقط تورنتو و ونکووره که شما میتونید تابلوها و اون هیجان و اون تب و تاب جام جهانی رو پیدا بکنید. با این حال هم میزبان خوبی بوده هم تیم فوتبالش خوب بازی کرده. بوسنی رو تو بازی افتتاحیه برد، از اون طرف قطر رو 6-6 توی ونکوور زد. فکر میکنم که میزبانی جام جهانی برای کانادا مزایای خیلی زیادی داشت. یکی که هم تیم فوتبالش کلی روحیه گرفت و بازی‌های خیلی خوبی ارائه داد. قطر به هر حال قهرمان آسیاست زد پکوندش. از اون طرف مردمش تازه دارن با فوتبال ارتباط میگیرن، دارن میپرسن میگن این رونالدو مسی کیه؟ ما اسمش رو شنیده بودیم. این تنها شانس من بود که یک بار جام جهانی رو حداقل توی زندگیم تجربه بکنم. فکر میکنم ارزشش رو داشته باشه. امیدوارم حداقل بازی خیلی خوبی ببینم. طرفدار کرواسی هم قطعا. اصلا نمیدونم پاناما چه بازیکنایی داره، کیا کجا بازی میکنن. اتفاق جالب اینه که من این بازی رو دیشب خریدم ساعت 10 شب، یعنی هی دنبال بلیت بودم پیدا نمی‌کردم. تو سایت‌های دیگه میفروختن بلیت‌ها چندین برابر قیمت بود، ولی بالاخره یه بلیت پیدا کردم. خیلی یهویی شد، هیچ کم نیست با من بیاد. دیگه چیکار کنیم؟
که تمام شد 0-0. پاناما خوب کرواسی رو کرده بود تو قوطی، دمش گرم، خیلی خوب بازی کرد. بازی خوبی نبوده تا الان، موقعیت زیادی نداشتن. آخرین دقیقه نیمه اول تازه اولین کرنر بازی بود، ولی امیدوارم که نیمه دوم بازی خوبی بشه، حداقل گل ببینیم. حالا بیشتر من دوستم کرواسی ببره. تیم خوبیه. 2018 که تا فینال رفت، 2022 تا رده‌بندی رفت. جزو تیمایی که فکر می‌کنم به حقش نرسیده. ما برگشتم به زمین، من بیرونم. برگردیم تو. امیدوارم که نیمه دوم بازی خوبی بشه. این که به اون دوربینه لگد نزده، پس شدی یه نفرم دوربینه کرده تو دماغه. کرواسی چیزی واسه ارائه نداشت. یه تک موقعیت داشت، از همون استفاده کرد، تو جا موند، ولی در کل فکر نکنم زیاد در ادامه مسیر موفق باشه. بازی انگلیس نمیدونم چجوری 2 تا گل زد، ولی این بازی زیاد اونقدر کیفیت لازم رو نداشت. این که میارزید اونقدر پول بدی بیای این بازی رو ببینی، سوال خوبیه. میارزید، چون جام جهانی بود. کی دوباره بیاد کانادا یا هر کشور دیگه که من بخوام مثلا برم، فکر نکنم چه موقعیت دیگه ای پیش بیاد.